سلام به کانال آرکیو خوش اومدین. من میلادم. این یه مقدمه از کاری که قرار ما توی این کانال انجام بدیم، برنامه‌ای که براش چیدیم. حتی خیلی وقت قرار بود این کار شروع بکنیم اما تازه استارتش رو زدیم. امیدوارم که این روندی که قرار طی بکنیم پایدار باشه و استمرار پیدا کنه. توی این کانال قراره در رابطه با خیلی از مسائل مرتبط با حوزه معماری صحبت بکنیم. از خب معماری صرفاً ظاهر و جرم اون بنا و اون لندسکیپی که طراحی میشه نیست. میتونه داستان‌هایی باشه که اون طراح و اون افرادی که اونو ساختن نقل قول کردن در طول زمان ساختش و طول نسل‌هایی که از زمان ساخت اون پروژه و اون ساختمان یا اون بنا گذشته. ما سراغ ساختمان‌های مشهوری از اهرام مصر گرفته جزو عجایب هفتگانه جهان بودن، میریم تا ساختمان‌های مدرنی که در حال ساختن یا ساخته شدن، به بررسی و حالا اخبارهای پیرامون اونا میپردازیم. این قسمت برای خودم خیلی جذابه، بخاطر اینکه من معمولا اخباری که میخوندم 2 یا 3 خط هایلایت هر اخباری رو پیگیری میکردم و خب سراغ خیلی از مسائل دیتیلی و جزئیاتش نمیرفتم. اگه قرار باشه یه چیزی رو با شما به اشتراک بذارم، بهتره که این اخبار رو خیلی دقیق تر و بهتر مطالعه بکنم و این خب یه عاملی میشه که منو پوش میکنه که این موضوع رو بیشتر دنبال بکنه. در رابطه با ساختمان ها خب یه بحثی هم داریم به اسم نمادشناسی، حالا سمبل ها و نمادهایی که در هر پروژه و ساختمان ها و حتی بناهای گذشته وجود دارن. خب این سمبل ها یا نمادها میتونن پل ارتباطی بین فرهنگ های مختلف یا اون حرف و اون کانسپتی باشه که طراح و یا سازندگان بنا توی دل اون ساختمان و بنا به کار بردن، که نمونه های زیادش توی معماری ما وجود داره. قرار سراغ باستان شناسی بریم. ممکنه در رابطه با نمادهای مختلف و کاربرد اونا توی حوزه حالا معماری مدرن صحبت بکنیم. توی خود حوزه ساخت خب ساخت و ساز به عنوان ستون فقرات معماری شناخته میشه. توی این حوزه ساخت و ساز ما با تکنولوژی های خیلی متفاوتی سر و کار هستیم. حالا از نرم افزارهای CAM گرفته یا Computer Aided Manufacture تا حالا 3D پرینترهایی که الان هستن و ساختمان‌های ما رو به صورت سه‌بعدی برامون میسازن. سراغ تکنولوژی مدرن میریم یا نوظهور میریم، اخبار پیرامون اونا رو بررسی میکنیم. قرار نیست راجع به تکنولوژی موجود و چیزهایی که الان خیلی استفاده میشه صحبت کنیم. دوستان بسیاری هستن که به صورت بسیار حرفه‌ای‌تر و با تجربه از ما دارن این کار رو انجام میدن. توی تمام سوشال مدیا شما اگه سرچ بکنین تمام اخبار پیرامون این موضوعات وجود داره. در رابطه با طراحی داخلی قرار صحبت بکنیم. طراحی داخلی صرفا اون 4-5 تا سبکی نیستش که تو ایران همش بولد میشه و ترند میشه. خیلی تعدادشون زیاده. یه لیستی بیشتر از 50 تا سبک مختلف ما تا الان استخراج کردیم. قرار روشون تک تک صحبت کنیم، مزایا و معایبشون و نکات هر کدومشون رو با هم دیگه بشناسیم که صرفا سراغ 4-5 تا سبک نریم و خب یکم آشنا بشیم به صورت اجمالی با سبک‌های مختلف در نقاط مختلف دنیا. در نهایت طراح برای طراحی پروژه‌هاش و توسعه کانسپتی که داره از یک سری نرم افزار استفاده میکنه یا از تکنولوژی‌های مختلف استفاده میکنه. توی این روندی که از سالیان قدیم تا الان داشته، برای توسعه طرحشون معماران از طراحی‌های دستی اسکچ اسکیس استفاده میکردن و این روند به مرور زمان کامپیوتری شد. حالا از نرم افزارهایی که برای درافت کردن نقشه ها مثل کامپیوتر ایدد دیزاین پروگرام ها مثل اتوکد استفاده میکردن تا نرم افزارهایی که برای طراحی یا مدلینگ سه‌بعدی مورد استفاده قرار میگرفت مثل 3D Max حالا و خب نرم افزارهای دیگه‌ای که اومدن تو پروسه کانستراکشن به ما کمک کردن، مثل نرم افزارهای مبتنی بر بیم یا بیلدینگ اینفورمیشن مدلینگ ها یا معروف ترینش که رویت هست و خب موتورهای رندر مختلف که وجود داره توی بازار، از ریل تایم انجین ها گرفته یا تا آفلاین انجین هایی که الان وجود دارن و موتورهای انجینی هستن که برای ما رندرهای استیل ایمیج تولید میکنن، این عکس‌های 2 بعدی، یا تا نرم افزارهایی که برای ما انیمیشن میسازن. و خب با توسعه علم و حالا پیشرفتی که در چند سال اخیر داشتیم، هوش مصنوعی هم به کار اومده. AI های مختلف که الان وجود دارن توی بازار، از مید جرنی گرفته تا استیبل دیفیوژن و حالا موتورهایی که به ما کمک میکنن که
انیمیشن هم رندر بگیریم یا به صورت هوش مصنوعی مثل این ویدیو، رانوی و این مواد مختلف که الان وجود داره. قراره باشون آشنا بشیم، نه اینکه بیایم آموزششون بدیم. بالاخره آموزش‌های بسیار متفاوتی توی اینترنت و خب توی اجتماع معماران ایرانی وجود داره و خیلی دقیق‌تر دارن این کار رو انجام میدن. اگر لازم باشه به صورت اجمالی چیزی رو توضیح خواهیم داد، اما اینکه بخوایم صرفاً بریم سراغ آموزش نرم افزار اصلا سراغ این کار نمیریم. سراغ آشنایی با فیچرهای جدید هر نرم افزار خواهیم رفت، چون هر سال تولید کنندگان نرم افزارهای مختلف توی آپدیت ها یا پچ هایی که میدن یه سری ویژگی های جدید توی هر نرم افزاری جا میدن. خیلی خوبه که هر سال آشنا بشیم با این که مثلا رویت اگر 2024 یه سری فیچر داره، تو 2025 این فیچرهاش چه تفاوتی کردن، چه کمکی به ما میکنه، آیا سراغ 2025 بریم یا نریم. راجع به این مسائل بیشتر صحبت می‌کنیم. سراغ موتورهای هوش مصنوعی حتما میریم. من الان از الان این تاریخی که شما دارین می‌بینید، من حدود 2 ساله دارم باهاشون کار می‌کنم. حتما سراغشون میریم. راجع به پرامپت انجینیرینگ ها حتما صحبت می‌کنیم که چجوری یه اپراتور خوب بشین و از این قافله‌ای که الان راه افتاده عقب نمونید. سراغ یه سری بحث‌های دیگه خواهیم رفت. AR، VR، Augmented Reality، Virtual Reality خواهیم رفت، توضیح راجبشون خواهیم داد. اگر تونستیم اون ابزارهایی که داره بررسی میکنیم و سراغ متاورس شاید یه توضیح راجعش بدیم، چون از اون حالت ترند بودن افتادش. متاورس تا ببین دوباره حالت ترند میگیره به خودش نمیگه و خیلی داستان متاورسی که دوستان توضیح دادن گسترده است. ما به عنوان یک معمار نقشمون رو به عنوان یک معمار حوزه دیجیتال توی داستان متاورس توضیح خواهیم داد و سراغش خواهیم رفت. و در نهایت یکی از چیزهای خیلی مهم دیگه‌ای که خواهیم بهش پرداخت متریال‌های مختلف ساختمانی هستن و متریال بروز، نه چیزهایی که الان همه باشون آشنا هستیم. اگر چیز جدیدی، متریال جدیدی توی حوزه ساخت و ساز دیدیم که واقعاً حالا لازم بود راجعش صحبت بکنیم، حتما در رابطه صحبت خواهیم کرد. مرسی که تا اینجا به ما گوش دادین و امیدوارم که این روندمون پایدار باشه و کارهایی که قراره، حالا ویدیوهایی که قراره تولید بکنیم با کیفیت تر و هر روز بهتر و بهتر بشه. مرسی از شما.